بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند، مخاطبین گرامی، در قسمت پیشین اختلافات صحابه و مخالفت‌های صحابه با رسول خدا بررسی شد. قسمت قبلی گفتیم که خلیفه دوم عمر بن خطاب صراحتاً پیامبر را انسانی هذیانگو میدونه و نمیذاره که پیامبر وصیت خودش رو بنویسه و گفتیم که اون وصیت چی بود. خوندیم از ابن حجر که میخواست خلفا، اسامی خلفا و پیشوایان بعد از خودش رو بنویسه که عمر بن خطاب نمیذاره و اجازه نوشته شدن این وصیت رو نمیده. پیش از اون رفتار اشتباه و زشت همسران پیامبر با اون حضرت رو بررسی کردیم و رفتار تند عمر ابن خطاب باز با رسول خدا در صلح حدیبیه گفته شد. در این قسمت میپردازیم به یکی از مهمترین دیگه مخالفت‌های صحابه و رسول خدا که فخر رازی از علمای به نام اهل سنت و از مفسران اهل سنت صراحتاً تصریح میکنه که این مبحث، یعنی این مبحثی که در این قسمت خواهیم گفت، از مهمترین اختلافات، اولین اختلاف بین صحابه بود. قضیه از این قرار بود که رسول خدا در آخرین روزهای عمر خودشون تصمیم میگیرند به مدتش 50 تا 60 روز بزرگان صحابه را از مدینه خارج کنند تا خلافت امیرالمومنین علی علیه السلام را تثبیت کنند. بریم ببینیم چی بوده قضیه. قضیه این بود که رسول خدا 2 شب مونده به تقریبا روز دوشنبه 4 شب مونده به پایان ماه صفر سال 11 هجری از مسلمان ها میخواد که آماده بشن برای حمله و یک شبیخون بسیار ساده به امپراتوری بیزانس یا روم شرقی. و فردای اون روز سه‌شنبه شخصی یک پسر 19 ساله رو به نام اسامه ابن زید شراحیل رو امیر و فرمانده بر این سپاه میکنه. مقصد سپاه کجاست؟ سپاه باید کجا بره؟ در کتاب سیره نبویه جلد 2 صفحه 606، سیره ابن هشام از کتب معروفه، مقصد این سپاه رو داروم از اراضی فلسطین نقل میکنن. بذارید من روی نقشه قشنگ بهتون نشون بدم. ببینید اینجا اگر مدینه است، اسامه بن زید مأموره که سپاه رو به مدت 55 روز، اونجوری که حالا ما حساب کردیم تقریبا این رفت آمد 55 روز بیشتر طول نمیکشه، باید ببره به سمت فلسطین. اینجا میشه. و حالا چه کسانی باید شرکت کنند در این سپاه؟ ما وقتی که رجوع میکنیم میبینیم عده‌ای از صحابه منتدباً ندا داده شده و عده دیگر مکتتباً نوشته شده رسول خدا از اونها خواستن که از شهر خارج بشن. اینها چه کسانی بودن؟ مغازی واقدی جلد 3 صفحه 1118 نوشته هیچ کس از مهاجرین اولین نماند الا انتدب فی تلک الغزوه، مگر اینکه ندا داده شد که در این غزوه شرکت کنند. کیا بودن؟ نوشته دیگه عمر ابن خطاب، ابو عبیده جراح، سعد ابن ابی وقاص، ابوالاعور سعید ابن زید تا آخر. یکم هم اینجا صبر کنیم بریم جلوتر. چه کسانی در سقیف خلافت را از امیرالمومنین غصب کردند؟ ابوبکر، عمر، سعد ابن ابی وقاص، ابو عبیده جراح. یعنی قشنگ رسول خدا داره میبینه آینده رو و میگه که اینها باید به مدت 55 روز از شهر خارج بشن. اینقدر جنگ تنها جنگی که پیامبر چندین بار اصرار به اعزامش میکنه. با این که رسول خدا اصرار شدید میکنه که این سپاه سریعا حرکت کنه، بعد از 14 روز کتب اهل سنت خبر میدن که هنوز بعد از 14 روز مردم داشتن در شهر رفت آمد میکردن. بعد از 16 روز، یعنی 2 روز بعد، ابوبکر، یعنی نه تنها این سپاه حرکت نکرده، یکی از اون مهاجرینی که باید الان در شامات و مناطق فلسطین باشه آقای ابوبکر، که بعد از 16 روز مخالفت با فرمان پیامبر تازه میاد پیش پیامبر میگه یا رسول الله، این روزها رسول خدا مریضن، در آخر عمرشونه، اصبحت مفیقا بحمدالله، خدا رو شکر امروز حالت خوبه. ولیوم بنت خارجه، امروز روز همسر چهارمم حبیبه بنت خارجه، باید برم خارج از مدینه برم دیدنش. امروز پیش حبیبه بنت خارجه ام، فاذن لی، به من اجازه بده. بعد حالا کجا میخواد بره ابوبکر؟ میخواد بره به منطقه صنع در خارج از مدینه، در حالی که ابوبکر الان باید در شامات باشه. یعنی نمیخواد زمان فوت پیامبر یعنی دور از مدینه باشه، میخواد سریعا نزدیک مدینه باشه تا خودش رو سریع برسونه به مدینه. صنع کجاست؟ روی نقشه میبینید اینجا اگه مسجد النبیه، اینجا منطقه صنع، بسیار نزدیک به مدینه. یعنی شما فرض کنید شما رئیس یک شرکت هستید و از کارمند خودتون میخواید 16 روز اصرار میکنید که آقا این کار انجام بده. نه تنها که انجام نمیده، بعد از 16 روز میاد و میگه که آقا میشه من برم بیرون مثلا با خانم بچه‌ها یک مثلا گردشی داشته باشیم؟ بعد شما چی میگین بهش؟ یعنی بعد از 16 روز سپاه نه تنها حرکت نکرده، بعد میان درخواست کنن که ما میخوایم بریم بیرون مثلا با خانواده گشتی بزنیم.
ابو جعفر طبری در کتاب معروف تاریخ طبری جلد 3 صفحه 200 میگه و توفی رسول الله، رسول الله از دنیا رفت و ابوبکر بن سن، ابوبکر در منطقه سن بود و عمر حاضر، عمر هم تو مدینه بود، در حالی که اینا الان اصلا به دستور پیامبر بعد یک جا دیگه می بودن. اینها نخواستن که خارج بشن از مدینه، سعی کردن نزدیک مدینه باشن یا حتی بهتر داخل مدینه باشن. اینطور میشه که ابوبکر نمیره از مدینه بیرون و مباحثی که در قسمت آینده خواهید دید و ابوبکر اون چه که میخواد براش به وجود میاد. با ما باشید در قسمت آینده و سلام علیکم و رحمت الله.